مو رشته‌های باریکی از جنس کراتینه که در بدن پستانداران وجود داره. در انسان عمده‌ترین قسمتی که مو وجود داره روی سر انسان هستش و کاری که میکنه تنظیم حرارت بدن، محافظت از پوست و خب خیلی نقش مهمی هم در زیبایی داره. مو از 3 قسمت تشکیل شده: ریشه مو، ساقه مو و پوست سر. یه رشته مو از 3 تا لایه تشکیل شده: لایه خارجی، لایه میانی و لایه‌ای هستش که همه موها ندارن که بهش میگن مدولا، که تو موهای ضخیم بیشتر دیده میشه. کورتکس لایه میانی مو هستش که حاوی کراتین و رنگدانه های موه. وقتی یه موی سفید میشه این رنگدانه ها رو از دست میده. و لایه خارجی مو هم یه لایه شفافه که از چند تا سلولیه که روی هم انباشته شدن تشکیل میشه. توی ریشه مو سلول‌های خون، غدد چربی و سلول‌هایی که موهای جدید رو میسازن وجود داره. غدد چربی یا همون غدد سبابه باعث میشه که مو رو مرطوب و نرم نگه داره.